سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو خیلی سریع میخوام نحوه خرید ارز تون از صرافی رو بهتون آموزش بدم. من با صرافی اوکی اکسچنج کار میکنم و آموزشم بر اساس این صرافی، اما شما میتونید از هر صرافی دیگه که خواستین خرید ارز رو انجام بدین. همونطور که میدونید برای برداشت و انتقال توکن ها از ربات باید کارآموز شبکه پرداخت کنیم. حالا الان ربات داگز لیست شده و من میخوام کارآموز شبکه این ربات رو خریداری کنم که بتونم برداشت روش رو انجام بدم. فقط این رو بگم که قبل از خرید تون شما باید داخل صرافی اوکی اکسچنج ثبت نام و احراز هویتتون رو انجام بدین که آموزش ثبت نام و احراز هویت رو ویدیوش رو داخل کانال گذاشتم، لینکش رو همین پایین میذارم که میتونید بهش دسترسی داشته باشید. کافیه وارد برنامه سایت یا صرافی اوکی اکسچنج بشید، از قسمت تبادل سریع وارد بشید و اینجا از قسمت انتخاب ارز روی حالت خرید انتخاب ارز رو که به صورت پیش‌فرض USDT یا تتر هست رو انتخاب کنید و از قسمت جستجو تون رو سرچ کنید و تون کوین رو انتخاب کنید. برای کارآموز شبکه دایز حدود نیم تون نیاز داریم، ولی چون خود صرافی اینها کارآموز میگیرم پیشنهاد میکنم بیشتر شارژ کنید، مثلا 6 تون یا حالا 1 تون اگر میتونید شارژ کنید. همونطور که میبینید مبلغ تومنش خودش خودکار حساب میکنه، 200 خورده ای میشه، 200,000 خورده ای که باید حساب کیف پولم رو شارژ کنیم. گزینه محاسبه خرید رو میزنم. اینجا قسمت مقدار واریز من همون 201,000 تومان رو وارد میکنم و انتقال به درگاه پرداخت رو میزنم. مثل حال هر خرید آنلاین دیگه وارد درگاه میشید، اطلاعات کارت بانکیتون رو وارد کنید و پرداخت رو بزنید تا حساب کیف پول صرافیتون شارژ بشه. حالا من چون حسابم شارژ داره دیگه این پرداخت رو انجام نمیدم و ازش میگذرم و ادامه رو تو ادامه ویدیو بهتون توضیح میدم. خب بعد از اینکه حسابمون رو شارژ کردیم و پرداخت رو انجام دادیم، از این قسمت میبینید که میزان دارایی کیف پول رو داره بهمون نشون میده و یک بار دیگه از قسمت انتخاب ارز میریم قسمت جستجو تون رو وارد میکنیم و تون کوین رو انتخاب میکنیم. حالا همون 6 تونی که تو مرحله قبل مشخص کرده اون رو وارد میکنیم و محاسبه خرید رو یک بار دیگه میزنیم. اینجا دیگه چون حسابمون شارژ داره کافیه تایید نهایی رو بزنیم تا تون کوین رو خریداری کنیم. خب حالا بعد از خرید تون کافیه به قسمت کیف پول بریم تا بتونیم منتقلش کنیم به کیف پول تون کیپر. خب به قسمت کیف پول میریم، اینجا گزینه فقط موجودی ها رو فعال کنید تا موجودی هایی که دارید رو بهتون نشون بده. تون کوین رو انتخاب کنید و گزینه پایین سمت چپ برداشت رو بزنید تا چنین صفحه‌ای براتون باز بشه. گزینه اول تون کوین رو کاری نداشته باشید. گزینه دوم انتخاب شبکه رو بزنید و روی حالت تون قرار بده، روی شبکه تون قرار بده و تیک رو بزنید. قسمت آدرس، باید آدرس ریسیو کیف پولتون کیپرمون رو اینجا وارد کنیم. چطوری این آدرس رو بگیریم؟ کافیه وارد برنامه تون کیپر بشید، اینجا گزینه ریسیو رو بزنید و آدرس ریسیو تون کیپر رو تون کوین رو کپی کنید. اینجا گزینه کپی رو بزنید و مجدد به اوکی اکسچنج برگردید. اینجا داخل کادر آدرس چسباندن رو بزنید تا آدرس کیف پولتون وارد بشه. گزینه ممو یا کامنت نداریم، تیکش رو میزنیم که تگ و ممو ندارد. قسمت مقدار، باید مقدار تون کوینی که میخوایم منتقل کنیم رو مشخص کنیم که من 6 تون گرفتم و همین مقدار رو میزنم و انتخاب میکنم و در نهایت گزینه برداشت رو میزنیم. یک کد 6 رقمی برای شماره‌مون یا حالا روش‌های دیگه‌ای که برای احراز هویت مشخص کردین ارسال میکنه که من این کد رو میزنم 662,291 و تایید رو میزنم. بعد از تایید برداشتم ثبت میشه و قسمت پردازش قرار میگیره. یه چند دقیقه طول میکشه تا این تون کوینی که خریداری کردیم و منتقل کردیم بیاد به کیف پول تون کیپرمون. حالا چون شبکه شلوغه ممکنه یکم زمانش بیشتر بشه، ولی وقتی که بیاد به تون کیپر اینجا قسمت موجودی بهتون نشون میده. تو قسمت هیستوری هم برید بهتون نشون میده که اومده یا نه. به همین سادگی ما تونستیم تون کوین رو بخریم و منتقلش کنیم به کیف پولمون، به کیف پول تون کیپرمون و میتونیم از این به بعد کارمزد به نوعی شبکه رو پرداخت کنیم. امیدوارم ویدیو به کارتون اومده باشه. اگر سوالی داشتین در خدمتتون هستم.